آقا امروز قرار میوه های استوایی رو بترکونیم. ده و 600 پول دادم. بچه‌ها گرون ترین ویدیو یوتیوب فارسی اینه. ممنونم ازت. لول یوتیوب فارسی آوردی بالا. به دلار حساب کن بعدن دیدن بفهمن چقدر گرون. $100 موچ. به خدا برای دلار 78 تومن دل تنگ. $100 پول میوه. دلار شده. آقا بخوریم دیگه. نه صبر کن. اینا برای خوردن نیست که. چجوریه پس؟ برای خوردن نیست خیلی سخته. برای چی راحته؟ یه لحظه واسش آسونه شد. یه داداش آسونه. باب اسفنجی. آقا آیتم اول اینجوریه که باید چشامونو ببندیم نوبتی وایسیم بچه‌ها یه دونه میوه رو میذارن جلوتون. اگر چشم بسته تونستید اسمش رو بگی. اصلا چشم باز میتونید اسم اینا رو بگید؟ نه. یکی گزینه بگه به نظر شبیه بگه مثلا اگر درست حد زدی میوه مال تو میشه. اگر غلط حد زدی میندازه تو. نه غلط میوه رو باید بشینی روش. آقا بریم نوبت. آقا میندازیمش. اول کیه؟ اول که آقا بزرگتر. ما چه کوچیک‌تر شمایی. ایمان دوست داریم. ایمان دوست داریم. هادی بیا. خب بریم آقا. نمیبینی که دیگه. راستشو بگو. نه. ایمان بده دست. خب. بیبر بیار. چی رو می‌خوایم بدیم بهش؟ آقا اینو بده اول. من اسمشو بلدم. یه دونه میوه رو بلدم خدا کنه همونو بهم بده. اونجوری آناناس رو بلدی اسمشو؟ آره. اینو بگی شما. چقدر خوشگله. چقدر خوشگله. آقا میدونیش دستم؟ نه هنوز نمیدونم دست. خب آقا فهمید توش خوشگله اینجوری قبول نیست. آقا بیا. دهن بگو. آها باید بخورم. نه باید بمالی. ای مالیدن که معلومه مثلا نارگیله. اسمش چیه؟ آقا این مانگوه نه؟ مانگو نیست. خب همونجا بمون. یه دونه دیگه بدیم به ایشون. اینو بدیم بخوره اول. اینو بدید بخوره. اینشو میخورن نگاه کن اینشو میخورن. آقا میشه بدیم بخوره. صبر نه الکی این نیست. آره بعد حدس بزنم. یه جوری داره میده که اصلا اینجوری نفهم. این چیه؟ این چیه دیگه اگه راست میگی؟ بهتر بود. حاجی بازی چیزی میده. درست شما حق ندارید بخورید چون چشاتون قرار بسته. خب. مزه کیوی اینه. خب چی شد آقا ایمان؟ این چی بود؟ دراگون بود؟ آقا ماشاءالله آفرین. قبلی هم مانگو بود چرا نگفتی آره؟ احمق قبلی مانگو نبود. این چیه؟ یه شد. به ما هم بگو. بیا. بگی دهنو وا کن. چی جوری گرفت؟ داری میبینی؟ بالا سواری. اصلا بافتش هم عجیب این چیه؟ این چی نمیدونم تو بگو چیه؟ من دارم میبینم نمیتونم بگم چیه. نه این معلومه چیه. ایمان تستر. نخور دیگه. نخور دیگه. از سگ کمتری بخوری. بگو دیگه ایمان. خیلی دلم. آقا یعنی چی نمیدونم؟ نمیدونی بپر تو ها. باید بگی دیگه. این همونیه که پشمالوه؟ نه باختی. آقا سه تا دادیم یه دونه حد. خب دیگه میریم واسه نفر بعدی. نفر بعد. هر کی تو این آیتم آخر بشه میندازیم. دقیقاً. ها یه نفر؟ نه دیگه 3 نفر آقا. من میرم. نه من میخوام زودتر بفهمم چند دومم اگه آخر شدم در آقا نوبت ایمانه. ببخشید. امکان داره یه خورده ببینی. داره میبینه. من به اسمش نمیدونم. من فقط دراگون رو میدونم. آقا بذار. آقا بیا. باش میگم گزینه من بگم. باشه گزینه میگیم. میفهمید. آره راحت. گاوه مگه اینو؟ گاوه. نگم این چه حرفیه؟ گاوه مگه اینو نگه. بده بهش بخوره. خیلی باید احمق باشی. داری میمالیمش بوشو میفهمه دیگه. اسمش نمیدونم. وای خاک بر سر من کنن. مزه سبز میده. یکی یا اون سبز گنده هست این سبز کوچولو هست. ترندم شد تو اینستاگرام. آی ناصری آکاوادو میخوری. 3 خب گزینه 2 نه. 1 آسون بود. آووکادو آسونه دیگه باید بگی. اسم نداره. اینو باید بگه. اینو نگی پشت بندش که تو دهنت کنم یک توفم. این دیگه راحته. انگور این. خب دو تا غلط. بگو 3 2 1 بگو. همونو؟ وای انگوره. وای بگو بری. قبول نیست. اینو بپذیر. اینو بخور. ببندید دیگه. دهنتو وا کن. چی دادی بهش؟ آها
اینو میدونم چیه ولی چیه؟ اسمش نمیدونم. خب بگو چه شکلیه. همون که اینجوری انقدر شاید میکروبه. همون هم اشتباه مو داره. من که میگم میلاد از شدش سته یه دونه رو درست کردی بعد چیزای آسونم خوردی. آقا 80 شات کامی. آقا یه لحظه واسه ای اسمش چی بود؟ برو ببن. بعد ما بهش میگم ای خال پشمی. چیزای آسون به من داد. آقا شما یه چیزی آماده کنید من میخوام یه چیزی بدم به اشیا. آقا میتونم من یه چی بدم به اشکان؟ من اینو میخوام داداش بدم. میخواین چی بدم به ما؟ من اینو میخوام بدم اشکان بخوره. نوکرت هم داره عزیز دلی. بعد چند دهنو واکن. نه اونجا نه من خودم میام بالا. زیگیل فرود؟ نه گفتی بگو دیگه 3 2 1 میوه آسوایی. اشکان متنی ثابت کنی اشتباه بود. بده من آقا بریم آقا بریم بوی چی بلنده؟ یه چیزی رو داره پوست میکنه. آقا بریم آیتم دوم برای اشکان وای داره پوست میکنه. بیا اشکان دستاتون چی پرموه؟ این چیه پوسته. اینو درست گفت. آقا یه دونه درست. اضافت نولز پوفیوز. دلم میخواد بخوره. 10 میلیون پول دادم. نه میوار میگه. چون مچشان بسته این نمیفهمم. ما خیلی داریم سعی میکنیم نه مچشان بریم بسته. سراغ دادم دیگه اینو چیه اصلا؟ آنباکسینگ یه میوه جدید. اینو خوردیم آقا لاشی باز در نه شما داریم فکر کنم مزاحم این می‌کنید. پوستشو باید بخوری. چیه آجی؟ زیگیل فرود. بیا اشکان ما گفتم بو میگم اون که 4 تا چیز داره بالاش. اشکان بخور با چاقو بهت میدم با چاقو مواظب باش ببند آرو دراگون فرود. این همه گفتیم تا حالا نخوردیم. گفتی دراگون؟ پشم فرود. باریکلا. بکن پشم فروتو نه ولی خب گفته بود دیگه. پس اشکان این با من چیه؟ بیاد تو. این همونه دیگه. با پس این چیه این چیز اسمش. این پشم این خشن. 3 تا 2 تا درست گفتم. نه بیلاخ. چی دو تا کدوم بیلاخ. دو تا؟ اینه. بیلاخ. راست میگه درسته این پشم فروته که خورد این اسمش یه چیز دیگه است آقا من میگم حالا یه چیز دیگه بهش بدیم بخور دو تا گفتی یه آقا بله. یه دیگه نه. نمیگو یه میوه از دو تا یه میوه دیگه بعد اینو بگو صدای زیپش مواظب. هم میرم. اینو بخور این چیه یکم دیگه باید بخورم. نمیشه همین نه کم بود. همین کم توف می‌کنم. توف می‌کنم تو صورت. لامایی مگه؟ خب اشکان چی بود آقا من بعدی رو من میره. این اسمش نمیدونم. شیرین که بود. آبدارم که بود. آووکادو که نیست. دمت گرم موزم نبود آناناس هم نیست. او آناناس هم بود، پشم فروت هم نبود، دراگون فروت هم نبود. اوی که سفیده. نه بچه اشکان هم از ستا یکه دارم با درسته هم میاد تو آب. کدوم؟ داداش پاپایا بود نارنگیه پرتقال 2 ایکس داد. بریم واسه بابک اینو میدم به بابک دهنو بکن. نه اینجوری میفهمه فوت کن. قانون 3 ثانیه. خیالت راحت. وایسا این چه مزه‌ای بود. این مزه بهشت میداد. باکو. آجی چی نه کارش به کردی؟ خدا. یه خورده شکل ظاهریشو تغییر دادی. مزه بولو آرمی نمیده. چشات داره رنگی میشه. کجات مالیدی اینو؟ مزه گوجهشو میده. 3 بگو دیگه 2 نمیدونم. خب شبیه چیه خب باختی حالا این چیه باجی ببین میخوام چیکار کنه حالا به ما رسید حرفه‌ای شدید. همین چه میخواین تغییر بدین. بابک که 100% تو آبه. جان من اگه اینو بگی دو تا حاجی یه چیز بده که بلد باشم. حاجی باش اینو بیا این دو تا بخور انگوشش هم میخوری. قه داره توش. نکن دیگه کمکه 3 2 میگه بلوبریه. بابا نگو دیگه چرا عمالی میکنی؟ میبره بده راحت بخوریم. قرار میوه نخریدم بخوریم. بیا اینو بخور این چیه پاپایا. رید حاجی بابک فقط داره میرینه یه دونه دیگه حاجی واقعا میخوام اینم برینی باکن. میگه آناناس. نه آناناس نبود. سیب بود. دو تا درست گفتن. آریان بیا وایسا اون چیز هست پرتقال بزرگ است. آقا درست کن اگه آریان اینو درست نه اگه آریان اینو درست بگه من بهش امتیاز میدم با انا با این کارو واسه ما هم کردی. نه تقریبا بیشتر بود. چیه این آریان این چیزه نیست اسمشو نمیدونم بگو زرده آریان میخوام یه چیزی بهت بدم بخوری پشمات بریزه لوبیا پلو. خب اینو اگه حد بزنیم ما شیشه پرت کنیم. آریان آماده ای؟ آریان دهنه تو بکن چیه این؟ حاجی 3-4 تا میوه رو با هم زدی. ماشاءالله آریان نپره تو من اوه بله انتقام جویان اونجرز بابا اونجرز های خفن این اولی. یکیش
فخ شده بازی یکیش پشن فرود بود، یکیش پاپایا بود. من نمیدونم درسته یا نه. ببین پشن فرود اونه که تخم زرد داره. دومی پاپایا بود، شبیه طالبیه، شبیه انبس ولی نیست. این که نمیبینه اشتباه بود. نه جدا. یک چیز درست پشن رو گفتی. پاپایا اون زرد است نه. خب این که شاولوت. این سومی دروغ چرا؟ من فقط اومدم میوه بخورم. این اورانگوتانه. اورانگوتان تویی؟ باز خفه شو بی شرف. باز کن این بود. این چیه؟ خب بی شرفا این چیه؟ اورانگوتانه دیگه. ما چون نمیدونی تو هر چی بگی باید بگیم قبوله. چه شاید هم این اورانگوتان. همه تو رفتی؟ آقا حامد بعد حدس بزنه این آب چیه؟ بیا این چیه حامد؟ این که تو گلوته. بچه‌ها فکر کرد شاولوته ولی نارگیل. بی استعداد ترین شخص کره زمین که دیگه بابا دیگه کوکونات که دیگه این فارسیه دیگه استوایی. حامد اینم نگه میخندیم. نه این نه این گفتم مثلا اینو حامد نگه واقعا. بیا این چیزه انبس. برای ما پاپایا برای انبه. انگوش میکنه این چیه؟ میوارو دراگونه. حاجی درسته. تخماش فهمیدم. میدونی اگه تخمای دراگونو بخوری چی میشه؟ خوشش میاد. آقا اینو بگو. باشه آقا ایمانو اشکان و بابک باختن. کسایی که باختن باید بپرن تو آب الان. میخوای آیتم بعدی هم بگیریم یا چیز کنیم؟ یهو بره. آره آقا آیتم بعدی هم بگیر. آقا آیتم بعدی اینجوریه که 3 تا میوه رو ما قایم میکنیم خب و بهتون میگیم که این میوه و این میوه و این میوه رو باید پیدا کنید. هر کی سریعتر بیاره این آیتمو بین شما 2 تا برنده است. چه قشنگ گفت. همه میوه رو زمینه یا فقط 2-3 تا رو زمینه؟ نه 4-5 تا حداقل میذاریم. زمین 3 تاشو باید پیدا کنه. آقا کدوم میوه ها رو باید پیدا کنیم؟ من میگم این سخته. بلوبری یکیش باشه. بلوبری خب. ریزه. آناناس که راحته. حاجی آناناس پیدا کردم. های بگردم. این سیگیلیه چی بود اسمش؟ اورانگوتان. با اورانگوتان. بلوبری، پشمی و آناناس. اشون دستات بده به من. بریم آقا. ما قایم کنیم اول. تو رو برگزیدم. کلبو بودی، کلاب شدی. نه. تو رو من برگزیدم. خوب کاری میکنی واقعا. از میان این همه خوبان کیان دیگه. یکیشون منم. تو رو من برگزیدم. از همه میان همه خوبان. عمرم جمله بچه اوه مخوری تو مثل زنبیل هنوز بی شرف خودت هم باش. نه جدی بلوبری اورانگوتان آناناس. بریم. بریم. همین طبقه برو. فقط. شروع شد. ببینم چیکار میکنه الان؟ شروع شد مگه؟ اشکال شاد بله اشکال شادکامی. کامل مسیر رو داره اشتباه میره. بله یه چیزی لی کفران نعمت باز هم ماتر فلا. آقا پرد نشم. یکی دورمون اصلا اونجا نیست. این برگرد کامل بیا بابا با کی داره حرف بزنه؟ با تو بیا های خودتو باید بیاری یا تکنیک بنیامین عالیه. باهاشو چرا باسته من هیچی پیدا نمیشه. خب لاشیا چی باز شد؟ کجا گذاشتی؟ یه راهنمایی بهت بکنم فقط رو زمینم نیست. خیلی راهنمای موثری. اونجا دیگه میاد. وای من نگاه این بر نیست. بیا این بر بنیامین. گوشت بود. آقا همونجا بشین جلو چپ ولی خب این آووکادو به کار نمیاد. بنیامین چیزو پیدا کرد. دو تا دیگه رو باید پیدا کنی ها. نه این چیزه. آها حاجی اورانگوتان رو پیدا کرد. اورانگوتان رو چیزه. ببین بنیامین دوت اونور برو برو. همونجا که دست درست کرده بودی. چپ پدالا چپ. نخور احمدی اینا باید پیدا کنن. چرا داری دروغ میگی؟ آقا زیگیل فرود. نه اون یه چیز رد گم کنیه. بابا شما چرا اینقدر ما رو گم میکنید؟ آناناس پیدا شد. بابا شما دارین اون راهنمایی میکنه. خب جلو پاته خم شو. نه یکی دو بلو بخی. بگو بخی. بقیه گرفت. الان چی 2-1 هر کی 3 تاشو زودتر پیدا کنه. خب بس بگرد. نه دیگه خب یه دونه آناناس اصلا گذاشتی. نه گذاشتم. نه گذاشتی؟ آره گذاشتم. خب بلوبری هست. بلوبری هست. یه باترفلای برو. تموم شد؟ یه چند تا من زمین انداختم دوباره ولی چون ایمان نصفشو خورد. این شما 2 تا بینی برنده شد. 2 تا بعدی کیا میرن؟ منو بابک بریم. تو بابا این دراگون. آقا یه چفیه بدید دایی. به خدا نمیبینم. خدا بزنه تو کمره. این بلوط. بچه میخوایم ببینیم بابک میبینی یا نه؟
نه درسته بریم آقا. بلوتو دراگون فروتو دراگون فروت با چیز اینا 3 2 1 برو آقا. بابک همونجا این چیه؟ این پشنه آریان پشن پیدا کرد چه سریع. آریان یه پشتر پیدا میکنه. عجب. آریان دراگون پیدا میکنه. چی دیگه باید بگیرم؟ چی آخری؟ بلوت گوشه است. برو گوشه. بالا زمین نه. بالا زمین نه. بالا آفر. آریان احساس کنم تو زندگی قبلی 4 پا بوده این وردیه اون دیگه لب پرتگاهه. بیا به سمت یه بلوت پیدا میشه. برو بعدی رو پیدا نکنی باختی. برو پشن و آقا کجاست؟ دوباره هم آووکادوه آفرین اینو پیدا کن اورانگوتان رو پیدا کردی بابا این کیه رو من؟ تویی؟ چپه یه دونه اورانگوتان چپته بگرد دیگه آقا بلوتو من پیدا. احساس امنیت یه نمیکنم. بلوط رو پیدا نه آریان این بلوط نیست بلوط بود ازت گرفتم چی گرفته؟ بیا این پش نیمای کو؟ درگیری بالا میگیره. حالا بالا به یاد خدا میبینی. نیما رو باید به دست بیارم دیگه. خب از آریان میگیرم. کو نیما؟ مایک بچه نگاه کنید بلوط همین نزدیکه نگاه چپه یه غلطی چپه همون به قلبه برشو آریان بردار بیا نارگیله. همون بلوط رو زمینه من راهنمایی کردم. بلوط گوشه. آره پیدا همش پیدا کردن دیگه. ستاشو پیدا کرد. باریکلا مبارک دوست. واقعا تو رو همینجوری باید الان سر بابک سر سجاده بود کلا. آقا بریم چه میوایی دیگه چشت آقا ایمان بابا داشتم میوه میخوردم. مثلا برام بابک برو سر اینو بگی آقا آووکادو آناناس آووکادو اورانگوتان درسته نگاه اورانگوتانیه پشمیه شروع شد. بله نه آووکادو کدوم بود؟ این داد شورت منو چی داد؟ بیا آقا من چیزایی راستگو پیدا کردم. اورانگوتان. درسته اورانگوتان پیدا کرد ایمان من بابا میلادم. نه ایمانم پیدا کرد اورانگوتان میلاد چشاش بازه. حامد شاهن جفتش اشتباهه دیگه چی؟ جفتش اشتباهه اشتباه اومدم. آره یک دور این چیه؟ آناناس ایمان یه آووکادو فقط پیدا کنی این چی بود؟ این چی بود؟ پایکه. ایمان برو سمت صدا. میلاد یه دونه اورانگوتان دیگه هم آووکادو فقط اینم گم شد ریدم. اورانگوتان بیا سرش خورد بیا سمت صدا. باور ندار هنوز نباختی برو بگرد ایمان فقط آووکادو باید پیدا کنه آووکادو نه آووکادو اصلا کدومه؟ سبز دو تا غلط دیگه ایمان دو تا غلط دیگه یک ایمان دو ایمان زانوت چیه؟ چیه؟ پیدا شد؟ ایمان برنده شد بازنده میرن تو دنبال میوه یعنی یه جوری چشم بسته جری پشم. احساس کنم نصف آقا نشون میکنه بیا من دارم تو. حامد میلاد اشکان و بابک که باید برن همه با هم میخوایی. حامد هم ویدیوشو باید بره میلاد هم باخته بفرمایید آقا لوزرها رو داریم کنار هم دیگه به دوستان لوزر نیستیم چون کنار رفیقامون بودیم kenarda bir köşede görmesen de varlar. پس اول اشکان میپره نه اینو بذار بگم 10 و 600 پول دادم الانم دارید میندازید این درسته برو میذارم که اشتباهی شده باشه یه آتروی خوشگل بگی. برو بالا. یه آتروی باحال بگی. حامد آخر بپره اول اشکان بر نارفیقان شرم باد اونو ببر نمیشه حاجی اشکال نمیتونه. بعد تو به من میگی برو تو آقا اشکال گفت شراد میتونه بکنه. برو بابک جریانشو برات تعریف. بچه‌ها من آخر بپرم آره برو. اینو میذارم.
من بچه ها رو نجات میدم. این چیز وصله به قایق؟ بپر. آقا خدا نگهدار. نقا پری. بگی توش آب رفت. بگی کمکت کن. بگی نه نشست. نه بگی کمکت کن. نه آقا بگی. واقعا کی میخواد بابتو بگیره؟ حاجی من نمیتونم برگردم دیگه. خب باشه. حال میشه ویدیو. نه من به پا. رفتم دیگه. بابک برو ببین. نه به تو جوکای بینمکه. دوتایی رفتن. بابک چپش شد. بابک چپش شد. چپش کن. چپش گل. راه نجات دادم. آقای زرنگ. خودش چرب می‌گرده. خودش چرب می‌گرده. من اینجور کنم. بلش شو خطر نکن. بپر. یک جمله بدون. نه جمله آخر رو بدون. جمله آخر رو بدون. ریدم دهنتون. الان دیگه نمیتونه بیاد بالا. دیگه نمیتونه بیاد بالا. خداحافظ. رفتم. آدیوس. حاجی اونا درگیرن بذار زوم کنم.